به نام خدا. سلام به دانش آموزان عزیز، براتون آرزوی سلامتی دارم. فصل دوم تابع، درس 2 ضابطه جبری تابع. قسمت الف سوال گفته اگر f(x) x به توان 2 به اضافه 1 به روی 2x منهای 1 باشد آنگاه f منفی 1. اونی که داخل پرانتزه چیه؟ x. پس من بیام به جای x هم اینجا چی بذارم؟ منفی 1 بذارم. خب پس میشه منفی 1 به توان 2 به اضافه 1 2 در منفی 1 منهای 1. منفی 1 به توان 2 که میشه 1. 1 به اضافه 1 میشه چند؟ 2. 2 در منفی 1 میشه منفی 2 منهای 1 میشه منفی 3. پس جواب میشه چی؟ منفی 2/3. قسمت ب تابع f به هر عدد حقیقی 2 برابر مکعب. مکعب یعنی چی؟ یعنی توان 3. 2 برابر یعنی این شکلی. پس میشه 2 برابر یعنی 2 ضرب در مکعب میشه توان 3 منهای 4. منهای 4 را نسبت میدهد. قسمت بعدی گفته اگر f از a به b و f(x) مساوی 0. a هم که مجموع اعداد حقیقی دامنه باشد بردمون میشه چی؟ شما به جای x هر عددی بخواید بذارید برد ما چنده میشه؟ برد ما چیه؟ 0. پس جواب میشه چی؟ برد میشه 0. برد برابر است با 0. سوال 2 گفته برد هر یک از توابع زیر را با توجه به ضابطه و دامنه داده شده به دست آورید. الف گفته f از a به b دامنه رو به ما داده، این میشه دامنه 59. خب گفتیم دامنه همون x هان دیگه، به جای x هم یه بار 5 بذارم یه بار 9 بذارم. پس میشه f 5 رادیکال 5 منهای 1 میشه رادیکال 4 2 f 9 رادیکال 9 منهای 1 برابر است با رادیکال 8. پس برد من میشه چی؟ برد برابر است با 2 و رادیکال 8. قسمت ب را هم انجام بدیم. گفته f(x) 2x به توان 2 به اضافه 1 منفی 1 منفی 2 0 رادیکال 2 اینا میشن چی؟ دامنه. یعنی به جای x هامون بذاریم. من بیام x رو منفی 1 بدم. خب اینجا میشه 2 در منفی 1 به توان 2 به اضافه 1. 2 در منفی 1 به توان 2 میشه 1 به اضافه 1. پس میشه چند؟ 3. پس اولین عضو برد من شد 3. به جای x هم بذارم منفی 2 میشه 2 در منفی 2 به توان 2 به اضافه 1. 2 در منفی 2 به توان 2 میشه چند؟ 4 به اضافه 1. 2 4 تا 8 و 1 میشه چند؟ میشه 9. عضو بعدیمو چند بدم؟ 0 بدم. میشه 2 در 0 به توان 2 به اضافه 1. 2 0 0 به اضافه 1 میشه چند؟ میشه 1. و بعدی x همو چند بدم؟ رادیکال 2 میشه 2 رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 1. 2 در رادیکال 2 به توان 2 رادیکالش هست میشه 2 به اضافه که میشه چند؟ 5. پس این هم شد برد 3 9 1 و 5. بریم قسمت پ رو هم حل کنیم. گفتیم a میشه چی؟ میشه دامنه. پس به جای x هاش عدد بذاریم. من x ما بدم منفی 1 میشه منفی 1 به اضافه 1 منفی 1 منهای 2. منفی 1 به اضافه 1 0 0 تقسیم بر هر عددی میشه چی؟ 0. پس b یا برد. پس اولین عدد من شد 0. به جای x هم بدم 1. خب من بیام 1 بذارم میشه 1 به اضافه 1 1 منهای 2. 1 به اضافه 1 میشه 2. 2 به روی منفی 1 میشه چند؟ منفی 2. پس یکی دیگه از عضوهام شدن چی؟ منفی 2 برد. به جای x هم بذارم چند؟ بذارم 5. پس میشه 5 به اضافه 1 5 منهای 2. 5 به اضافه 1 6 5 منهای 2 3 6 تقسیم بر 3 میشه چند؟ میشه 2. بردها به دست. این قسمت هم با عنوان تمرین خودتون میتونید انجام بدید.
خب بریم بعدی. سوال شماره 3 گفته دامنه و برد را بنویسید. تو زوجهای مرتب با عضوهای اول میگیم دامنه. دامنه میشه چی؟ عضوهای اول یا همون مؤلفه های اول. پس میشه 2 منفی 1. نگاه کنید این رادیکال 4 هم میشه 2. چون عضوهای دومیشون هم شبیه همن، یعنی عضو تکراریه. مثل این که من 2 و 3 رو دارم و منفی 1 و 5 یه تابع هست. برد من میشه چی؟ برد برابر است با عضوهای دوم یا مؤلفه های دوم. برد من میشه چند؟ میشه 3 و 5. خب بعدی 1 1 2 2. نگاه کنید اینجا دامنه و برد دوتاش با هم مساویان، هم عضو اول هم عضو دوم. پس میگیم دامنه و برد با هم مساویان. پس میشه 1 2 رادیکال 2 و 0. بریم قسمت بعدی. مجموعه اول یه نمودار پیکانی داده. از هر عضوش یه خط خارج شده، تابع هست. به عضوهای مجموعه اول میگیم دامنه، به عضوهای مجموعه دوم میگیم چی؟ برد. 4 و 5 برد. بیایم روی یکی شکل. دامنه گفتیم رو محور ایکس ها نگاه میکنیم. خب دامنه من میشه چی؟ اینجا یکی دارم که میشه منفی 1. اینجا که نقطه ندارم، روبروی 1 نقطه دارم، پس میشه منفی 1 1. روبروی 2 یه نقطه اینجا دارم، پس 2 هم میشه دامنه. و آره روبروی 3 هم یه نقطه دارم اینجا و عدد 4. پس دامنه من شد منفی 1 1 2 3 و 4. برد گفتیم کجا نگاه میکنیم؟ رو محور وای ها. دامنه رو محور ایکس. خب رو محور وای ها روبروی منفی 1 من نقطه دارم، پس برد من میشه منفی 1. اینجا 0 روبروی 0 من نقطه دارم، پس برد من میشه 0. روبروی عدد 1 نقطه دارم 1 و روبروی 3 هم نقطه دارم و 3. بعدی به شکل بازه باید برسیم. نگاه کنید از منفی 1 رو محور ایکس ها شروع کردیم تا 4. پس دامنه میشه از منفی 1 تا 4 روی ایکس ها. خب برد کجا میفته؟ برد روی محور وای ها. از اینجا من شروع کنم تا اینجا، این میشه دامنه من از منفی 1 تا 4. شکل من توی قسمت. و برد منم از اینجا که منفی 1 شروع میشه میره بالا تا عدد 4. پس برد منم میشه از منفی 1 تا 4 رو محور چی؟ وای. سال بعدی گفته اگر fx منفی x به اضافه 3 و a منفی x f1 2 دامنه باشد، دامنه یعنی x هامون، برد تابع را به دست آورید. خب من به جای x عدد میذارم، شبیهش داشتیم الان حل کردیم. x برابر است با 0، x برابر 1 و x برابر است با 2. خب من اینا رو به جای x بذارم، fx منم شده منفی x به اضافه 3. پس میشه منفی 1 به اضافه 3 که میشه چند؟ 4. خب میشه منفی 0 به اضافه 3 که میشه 3. میشه منفی 1 به اضافه 3، 3 منهای 1 میشه 2 و میشه منفی 2 به اضافه 3 میشه. عضوهایی که اینجا به دست آوردیم به اینا میگیم چی؟ برد. پس برد میشه چند؟ 4 3 2 و 1. میخوایم نمایش پیکانی بنویسیم. نمایش پیکانی اینجا منفی 1 0 1 2 4 3 2 1. گفتیم منفی 1 شد 4، 0 شد 3، 1 شد 2 و 2 هم که شد چند؟ 2 هم شد 1. نمایش مختصاتی خب x همون منفی 1 x 0 x 1 x 2 هم که 0. خب منفی 1 من شده 4
1 2 3 اینم 4. اینجا هم -1. خب پس این نقطه میشه اولی. بعدی 0 میشه 3، اینجا هم که 3. 1 میشه 2، اینجا میشه 2 روبرو. و این هم که 1. 2 هم میشه چند؟ 2 هم میشه 1. این هم نمودار مختصاتی. درس دومم تموم شد. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید باشه و استفاده ببرید. خسته نباشید.